خب این از اون گیم هایی که میگن خیلی بازی حقیه و ذره آندرریتده. بریم ببینیم بازی چه جوریه. کلا تو دنیای مدمکس دیگه، دنیای مدمکس هم همیشه خفنه. چیز بدی از دنیای مدمکس بیرون نمیاد. بنازم ضربه خفن. همیشه همون وسیله خوبه که اول بازی داری باید از دست بدی. همون معلومه قشنگ ماشینش رو باید از دست بده. اجی روندن این ماشینا خیلی کیف میده. گاز بدی این ماشینو. بنازم جب بازی خفنیه. یا ابوالفضل ای بالا میشه. زد سرویسش کرد که این چه جوری دیگه میخواد زنده بمونه. تموم شد ولش کردن رفتن. بهانه قهرمان داستان ما مبارزه میکنه. قهرمان داستان ما ولکن ماشینش نیست. اره برقیه که یا خدا. با این هیکلش زورش به این نرفت. پشمام چجوری هنوز زنده است. عجب شروعی. واقعا شروع خفنی بود. دمشون گرم خدا وکیلی. شروعش واقعا شروع خوبی بود. قشنگ شروع شد. لباسا رو هم عوض کرد و یه شاتگان هم پیدا کنیم و بریم به زندگی برسیم. دیگه چی میخوایم از این زندگی؟ خب بالاخره کنترل رو داد دست ما. کیفیت بازی فوق‌العاده است.
انتظارش نداشتم برای مثلا بازی سال 2016 فکر کنم یا 17 اومده. خیلی گرافیک خوبی داره بازی. نگاه چه منظره ای داره. واقعا گرافیک بازی خوبه. خب بریم یه ذره آب پیدا کنیم که به آب نیاز داریم. همین یه ذره. یه ذره چی شد؟ خب 4 رو باید نگه داریم تا آبو بزنیم بر بدن. بسیارم عالی. Find the dog. خب اینجا که نیست، احتمالا رفته پایین دیگه، چون جای دیگه ای نمیتونست بره. خودش همینجاست. صدای نالش اومد. بسم الله. این کیه دیگه؟ Start ablaze by godly plug igniter. Revolution about revolution, rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please! Hey! سوخته کلش. I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride. And now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. پروفسی میگه گفته که تو ظهور میکنی چیز اینجوری. Yeah, yes, I am. I have a vehicle that can take you to your car. I do say. تو این دنیا فکر کن ماشین نداشته باشی. قشنگ کار تموم. اگر ماشینی چیزی نداشته باشی تو این دنیا باید با زندگی خداحافظی کنی. نه آبی نه ماشینی. خب بریم ببینیم این ماشین که این داره چیه. خب اجازه بده برادر، بذار صبر کن، دندون رو جگر بذار. Hold to speak. Dog's bleeding out. Bro, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then یک سیم برق لازم داریم که بتونیم درست کنیم ماشین. Find wire. Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. احتمالا باید بریم با یه سری آدم‌ها بجنگیم دیگه. غذا رو بردار. بزن بر بدم. غذا سگه. غذا سگ دارن میخورن. البته عجیبم نیست. خب اینجا چیزی نیست. باش میگفت چجوری باید بدویم. اگر دویدنشو میگفت هولد. حالا اوکی شد. شیفت من میگرفتم ولی نمیدوید. ولی که خودش گفت دکمه رو بزن اوکی شد. کلکت کنیم هرچی داریم. شاتگان. چرا هولد همه دکمه؟ خب پرس میذاشتن، یه دکمه رو میزدی. بریم برا فایت. میگن مثل بتمن و ایناه. اوهو گفت که چجوری باید چیز کنیم، تیر بزنیم. یا کویک فایر هم گذاشت. بذارم این دفعه اون کویک فایر رو تست کنم. یوزو تو پری اگنس. خب حل. این برای اینا. اوه عجب چیزی. این از بتمن هم فایتاش بهتره. یه دفاع حق. به به عجب مبارزایی. خیلی خوبه فایتاش.
فایت خوبی داره. اینا رو هیچی ندارن اسکراب کنیم؟ نه. خب هرچی اینجا هست رو برداریم. اون بالا من یه چیزی دیدم. حاجی این دکمهش خیلی بده، اینجوری باید هولد کنی تا همه چی رو برداره. برای پریدن یه اسپیس میزدی رد میکرد میرفت. منطقی نیست نگهداری. خب بردار وایرا رو بریم ماشین رو اوکی کنیم. خب اینجا هم که دیگه فکر نکنم چیزی پیدا بشه. نه بعیده. صدا چی بود؟ نه اینجا دیگه خبری نیست، باید برگردیم. شاتگانمون هم که دیگه تیر نداره، ولی مبارزهاش واقعا خوب بود. قشنگ ضربه رو میزدی بهش حس میشد. شیب زنی کن برو بالا. این کیه؟ این کی بود؟ برای چی آماده نیستیم ما؟ معمایه را خوشم نمیاد اول بازی. یه حال عجیبیه بازی با معما شروع بشه. خب بریم ببینیم این چه ماشینه. ماشین قرازه ای چیزی داره میخواد بده به ما غالب کنه بمون. خون داره میخوره. منظورش اینه که خون ریزی داری یا نه؟ مثلا از ضربه بهت زدن نزدن. امیدوارم یه ماشین خوب باشه به درد بخوره، حداقل از این به درد نخوری ها نباشه. احتمال زیاد به درد نخوری هم هست. صبر کن دیگه دارم میام. اینجا هم که هیچی. آجید پشیمونم از چیزی که گفتم. ماشین خوبی داره. سوارو از این ور باید سوار شیم. خب آقایون داداشان بسم الله بزن بریم. ای جان زرت چیزه نمیپیچه ماشینه، هر کارش میکنی ها نمیپیچه، تاب نمیخوره. خب کجا حالا داریم میریم؟ اصلا درایو تو ده لاک اوت پوینت. خب زدم چپش کردم، همین اول کار زدم ماشین رو چپ کردم. اومدیم اینجا ها برای لوک اوت. میخواد چیز کنه، میخواد کمپ ها نگاه کنه. اوکی از کجا باید بریم بالا؟ اینجاست. اوه بدن کشتی ها. خب ماشینش اینجاست. از زودتر بریم وگرنه ماشین ها تیک تیکه میکنم برای قطعاش. آره درستم همینه. چه ایده ای داره؟ میگه ماشینتو داغون کرده، ولی من میتونم یه ماشین برات بسازم. خلاص ماشین رو تیک تیکه کردم. قیافش اینجوریه، شمع ماشین انداخته گردنش. یه تختش کمه.
خیلی هم عالی. let's go. binoculars. Yes, I have much to show you. بریم گاراژش ببینیم چی میخواد نشون بده. بعد بریم هاید اوت. What is this place? You are in the outer grave. این مکانیکاش خیلی بالان، کیف میده بازیش واقعا. خیلی بازی حقیه. I'm not sure. No, but we are at the bottom. خب It doesn't get any lower than اینجا هاید اوته. اینکه درش از همه چیز مشخص داره. مثل گاو پیشونی سفیده درش. هاید اوت نبودی. خب رسیدیم به اینجا. ببینیم چیا داره برامون. ما تو نسبت به ماشین خودش اسباب بازیه انگار. بعد بریم پیش شام. چیکار باید بکنی؟ خب Come and see your sight. A dream, a hallucination become truth. The angel made steel. یعنی یه ماشین، آره یه ماشین دیگه. By the tranny نگو که میخوای یه ماشین قرازه تر بهمون بدی. There she lies, the magnum opus. اینقدر تعریف میکرد از این بود. این که کاپوت هم بسم الله. این چه سمیه؟ It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous, divinely inspired. She wills herself upon this چه world. ماشین چرت و پرتیه. See, here, divine meets drive shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bullet نقشه کشیده که مثلا این قطعه ها رو روی ماشینه سوار کنه. coils and springs and shocks and links too. It's gotta be 8 cylinders, nothing less. We will get there, yes. First, we have to get her beautificial body. Show me where it is. Yes? Yeah, come. No time like the present. Come on, Saint. We must go. حداقل اون که بهتر بود. اونو آپگرید میکردن. این چیه دیگه؟ ای به جای اینکه بهتر بشه داره بدتر میشه. We will liberate her body آه from a place sad. باید بریم اونجا. Chariots of old went to die. A place I call the graveyard. But we must go in the dead of خب night. باید بریم گریویارد. Far away on their mind. گریویارد کجا هست؟ ها اونجا. اینجا چیه؟ اینا چیه؟ ببینیم این چیه اول. اینجا میتونیم بریم مبارزه کنیم. چیکار میتونیم بکنیم اینجا؟ یا این جلو. جلو دیگه. خب این که میزنه چند درصد لوت شده این لوکیشن خیلی قابلیت خوبیه. آدم میفهمه که چقدر لوت کرده. صدای موتور انقدر زیاده. صدای موتور انقدر زیاده آدم نمیفهمه چی داره میگه. ولی اون حس زمخ بودن و سرسخت بودن و زمختی تو بازی قشنگ مشخصه. اون حسی که همه میخوان، زمخ بودنش خیلی خوبه. خب بریم به سمت گریویارد. فیولمون هم که کمه. Comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel. بنزین نداریم. Graveyard.
بذار بریم اینجا یه بنزین بزنیم. Over there! Fuel cans! بذار تا الان میارم برات. یول بریزیم تو دهن موتور کیف کنه. Empty. اول اسکرپ ها رو برداریم. یه اسکرپ دیگه لوت شد کامل. بنزینم اینجا پیدا نمی کنیم ها. خب باید بریم اون طرف. Whoever was سوار here is شو. long gone now. Long برو as تا they're بریم. of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Ooh, a big steel gift box. What prizes do you hold? اوتا فیول شدیم کلا. دوستان بیا. اوه عجب ضربه ای زدم. خیلی مبارزاش کیف میده. خیلی حس خوبی داره مبارزاش. قشنگ به دلم نشسته مبارزه کردم. تو بتمن یکم حالت شلی داشت مبارزه، ولی این خیلی بهتره الان مبارزاش به نظر من حداقل. اسکرپ ها رو هم پیدا کردیم و بنزینم بردار ببریم. ایگنایتش هم میتونیم بکنیم. بنزینم میگیره اصلا. All the way to the brim. بخور نوش جونت. بخور گوش بشه به استخونت. زودتر برسیم به اون مرحله. ببینیم چی برامون گذاشته. Praises, she's full. But let's bring an extra for refueling. Oh. Or برو بریم. میگه یکی هم باید چیز کنی. Keep an eye on the car. یکی هم بذاریم تو ماشین برای بعدا. ایده خوبیه. now, let us make haste before the nightly hunters return to their lair. برو بریم. کاش میزد چقدر فاصله داریم. متری که فاصله داریم هم اگر میزد رو نقشه خوب بود. نمیزنه ولی چیزی. ماشین اصلا نمیپیچه. هرچی میزنی نمیپیچه. حس میکنی انگار تانکه. باز بده. Gate unguarded. او There's a lead, Sid. One blast should split it wide open. چیکارش باید بکنی؟ So let's make this one count. باید چیزو بگیریم. بذاره برو جلو. باید اون بنزینه رو برداریم. آتیش بزنیم پرت کنیم برام. بیک. بسم الله الرحمن الرحیم. بزن بریم. We must hurry. Gordon ببخشید از رانندگی من. رانندگی افتضاح. الان وارد گریویارد شدیم. آره انگاری. The fiends that tend this catacomb don't like strangers. باید There are dangling man killers everywhere. خب باشه حواسم ها. صبر کن 2 دقیقه. اوه سخت‌تر بود این یکی. More traps ahead. 2 که ثابت بودن آسونه. اونا که حرکت میکنن سختن. یا ابوالفضل شانسمون گفت. بچه‌ها تا ما داریم این تیکه رو رد میکنیم لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتونم حتما بنویسین. من اصلا نفهمیدم چی جوری رد کردم اینجا رو. داغونمون کردن.
داغونمون کردن. خدا وکیلی یه لایکی بزنین این مرحله را رد کردم. لایک کن. بالاخره انگار رسیدیم. در لحظات آخر جون سالم به در بردیم و رسیدیم به گریویارد. ببینیم تو گریویارد میتونیم وسیله هایی که میخوایم پیدا کنیم یا نه. اینا هاش. اینجا حالا پر دشمنه که آها. چشاش چرا قرمز بود؟ تیرم که نداریم. باشه تیری چیزی میداد. انگار یه چی اسکرپه. 3 تا اسکرپ اینجا هست. یادمون برو بریم. خیلی هم عالی. این کیه هی میاد و میره؟ بردار ببینیم. فلش لایت داشته باشیم حداقل. خب 3 را که بزنیم. چقدر دکمه هایی که گذاشتن عجیبه. با 3 فلش لایت روشن میشه. با 4 آب میخوره. عجیبه. فلش لایت رو خاموش کن. من همیشه اولین چیزی که تو بازیات مثلا شک دارم بهش اینه که دشمنا فلش لایت متوجه میشن یا نه. مثلا تو بعضی از بازی‌ها پشت سرش وایسادی نور انداختی روش نمیفهمه تو اون جایی داری مخفی کاری انجام میدی، ولی تو بعضی هاشون میفهمه. یا که آدم نمیدونه تو بازی‌ها چه جوریه کم اذیت میکنه. اگر میگفتم بهتر بود. مثلا همین مرده میگفت حواست باشه نور رو نندازی روش یا یه چیز اینجوری. اینم برداریم. اینا رو هم میتونیم بدیم پایین؟ نه. اینم 100% لوپ کردیم و میتونیم انتخاب کنیم. اینا این چه جوری؟ نه میخوام تابش بدم. فرقی هم دارن اینا؟ من نه. این که قطعا اینا نه. این بدش نیست. اینم خوبه. این جلوش تیزیا داره بیشتر به دلم نشست. اینا برمیداریم. حالا شکل ماشینمون اینجوری میشه. خوبه حداقل دیگه قیافه افتضاح نداره دیگه. یه نفر اون پشت بود. سایه‌شو نمیدونم دیدین یا نه. دیگه اسپیس رو بزن تا اوید کنی. بزن. بچه سوسول با چاقو میخوای حمله کنی؟ خودمون این کاره این آجی خیلی کیف میده. مبارزهاش واقعا کیف میده. از محیط هم استفاده میکنه. مثلا میتونی بچسبونیش به دیوار. قابلیت باحالیه. چند نفر به یه نفر؟ وایسین یه دقیقه. بزن اینو بپاکون. به خیلی کیف میده. بزن دیگه زود باش. شکست خوردم فشاری شدم. نتونستن بکشن ما رو. فشاری شدم. زود باش. برو گاز بده. آقایون داداشا
مهمونی خوبی بود. خدا حافظ. چیه میگه که ها باید ایم کنی و اینا، بعد اسلاید کنی و اوکی. اوه چه خفن زد. اوه باید از این ور بریم. نقشه که اینجوری زده، نقشه اینجوری زده. خودم کجا رفتم؟ چپ کردیم ماشینو. بسم الله. یه حمله خواستیم بکنیم زدیم به دل کو ماشینو. چی میگی تو؟ کشتیمو 5 دقیقه صبر کن. چیکار باید بکنی؟ بسم الله. quickly deliver damage to a vehicle. حالا دیگه ما رد کردیم. خودش پکید زد مارم پکون. چاکریم. ریپیرش کن ماشینا. ماشین باید سالم باشه همیشه. بچه ماشین غیر سالم نرونین. ماشین سالم استفاده کنین، همیشه استفاده کنین. خب این برای این قسمت بکنم دیگه همینجا تمامش کنیم. جای خوبی هم هست. قسمت بعد میبینمتون. ممنون که تا اینجا همراه بودین. پیس اوت.